و برمیگردیم به تاجیکستان و موضوع دیگر. دادگاه تاجیکستان سال گذشته هر روزی درخواست تقریباً 10 پدر و مادر را قانع کردند که میخواستند دختری به بلاغت نرسیده خود را به شوهر بدهند. تمایلی که حامیان حقوق از جمله وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را سخت نگران کرده است. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و پیش از برنامه از او درباره پدیده ازدواج‌های برمحل در تاجیکستان پرسیدم. بنا به آمار دادگاه عالی سال 2025 در تاجیکستان بیشتر از 3300 دختر نابالغ ازدواج کردند که نکاح برمحل و خطرناک برای آینده خود دختر به حساب می رود. با این حال آمار سال گذشته بیانگر کمتر شدن ازدواج دختران یا پسران تا 18 ساله در تاجیکستان بوده است، چون سال 2024 احوال از این هم بدتر و دیگر بوده است. بر طبق آمار رسمی سال 2024 به بیشتر از 3800 دختر در تاجیکستان اجازه دادند که قبل از سن قانونی ازدواج شوهر کنند. به عباره دیگر سال 2024 روزانه در تاجیکستان بیشتر از 10 مراسم عروسی برگزار شده است که در آن همسر و یا کلین خانواده هنوز 18 ساله و بالغ نبودند. سبب‌های اجازه دادن هم گوناگون است. بعضی‌ها سبب می‌آورند که بسیار کم‌بزاد هستند و توانایی تامین شرایط مناسب زندگی را برای دختر خود ندارند. ولی یک وکیل دفاع تاجیک در صحبت با ما گفت که دادرس‌ها دیگر چنین دلیل را کمتر بینابر می‌گیرند، زیرا فهمیدند که والدان آن را فقط برای بهانه برای زودتر به شوهر دادن دختر پیش می‌آورند. بعضی از والدین سبب می‌آوردند که یکی از آنها بیماری بی‌دوا دارد و می‌خواهد ازدواج فرزندش را بیند، یا مثلا دختر فقط نکاح اسلامی بسته و فرزنددار شده است ولی عقد نکاح رسمی ندارد. البته این کار در تاجیکستان غیر قانونی است و جزا هم دارد، ولی هنوز هم دیده می شود. مثلا وکالتدار حقوق انسان گفته است سال گذشته 20 مورد به اجازه به شوهر دادن دختران نابالغ و 27 مورد عقد نکاح با فردی هنوز به سن 18 نرسیده ثبت شده است. از همکارم همچنین خواستم به ما و شما بگوید که عاقبت این گونه ازدواج ها چی هست و حکومت برای پیشگیری از ازدواج دختران نابالغ چه کار میکند؟ بیشترین نکاح‌های برمحل در ناحیه‌های دوردست و کوهستانی و به خصوص در دهات به مشاهده می‌رسیده است، چون تاثیر عرف و عادت‌های محلی و ترس از افکار عموم هنوز قوی است. اگرچه در شهرها کمتر است، ولی باز هم والدین بودند که با آرزوی آنکه زودتر بابا و بیبی بشوند دختر نابالغ خود را به شوهر می‌دهند. درباره عاقبت‌های ازدواج‌های برمحل بیشتر طبیبان هم اظهار نگرانی می‌کنند، زیرا به گفته آنها دختری 17 ساله برای تولد آماده نیست و خطر فوت مادر و کودکش بسیار زیاد است. پیامدهای دیگر هم برای هم دختر و هم برای والدین و جامعه البته عاقبت‌های اجتماعی است. تحقیقات در این زمینه در گذشته نشان داده است خانواده‌های زیادی در تاجیکستان هستند که دختران جوان و بی تجربه خود را زود به شوهر می‌دهند و دختران تحصیل ناکرده و بی تجربه در عائله سنتی دیگر وظیفه‌های خود را اجرا کردن نمی‌تواند و عاقبتش هم جدایی و بی سرنوشتی دختران است. خود وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان هم در گزارشش سرنوشت یک دختر را از دوشنبه نمونه آورده است که برای به یتیمخانه سپردن کودکش از امبودسمن یاری خواسته است. در نهایت معلوم شده است که دختر را مجبوراً به مرد نکاح کردند و او نابالغ بوده است. از دست شوهر جبر و ستم زیادی با یک طفل جدا شده است و حالا می‌خواهد کودک را به یتیمخانه بدهد و برای پیشبرد زندگی به کار مشغول شود. کمیته کار با زنان در تاجیکستان همواره میگوید که برای پیشگیری از نکاح‌های برمحل تدبیرهای زیادی هم میاندیشند، برای بالا بردن آگاهی مردم ترغیبات میبرند، اما حامیان حقوق این همه را ناکافی میشمارند. 2 سال پیش کمیته محو خشونت و زورآوری به زن با نگرانی از زیاد بودن ازدواج نابالغان در تاجیکستان به حکومت توصیه داد که دیگر همه گونه استثناها برای پایان بردن سن ازدواج را از بین بردارد، اما آنگونه که می‌بینیم استثناها باقی ماندند. استثناهایی که راه را برای دادگاه‌ها باز کردند که سال گذشته به هزاران پدر و مادر اجازه بدهند دختران نورس و نابالغ خویش را به خانه شوهر بفرستند. سپاس از همکارم طاهری سفر. تفصیلات بیشتر این موضوع را در وبسایت رادیوی آزادی بخوانید.